قاسم عارفپور معلم زبان تاجیکی هستم. از دیدار غایبانه با شما شاد و ممنونم. امید میکنم که شما هم هر یک برنامه جدید ما رو انتظار میشوید. در صحبت قبلی دایر به فنیمه‌های ل و ر معلومات گرفته با استفاده آنها چند واژه نو رو از خود کرده بودید. بیایید بار دیگر به خاطر میاریم. لاله، تیلا، مال، رامشگر، تربوز و ببر. امروز هم در مورد طرز تلفظ و استفاده فنیمه‌های به هم مانند ج و چ معلومات خواهید گرفت. همصداهای ج و چ فنیمه‌های شوشوداری پیش زبانی زیچ غیر دماغی میباشند. آنها در نتیجه به میلک‌های دندان‌های بالا یا قسمت پیش کامی سخت رسیدن پیش زبان ساخته میشوند. همصداهای ج و چ روی زبانی میباشند. در تشکیل این همصداها لب‌ها اشتراک نمی‌کنند. همصدای ج با اشتراک صداپرده‌ها ساخته می‌شود و جرنگناک است. در تولید همصدای چ باشد صداپرده‌ها اشتراک نمی‌کنند. از این رو فنیم چ بی‌جرنگ میباشد. فنیم چ در همه شرایط‌های فنتیکی استفاده می‌شود و صفت بی‌جرنگی خود را نگه می‌دارد. برای مثال کلمه چرخ. چرخ این همان غلدرک است. اسباب معمولی هنرمندان ما نیست که در اساس چرخ کار میکند همین نام را دارد. چرخ کلالگری، چرخ رسمانرسی و غیره. زمان چرخ را با دست و پای دور میزنانیدند. حالا باشد چرخ‌های برقی استفاده میشوند که کار هنرمندان را خیلی آسان کرده است. مثال دیگر زوچه یا خود لختک بازیچه دوست داشته دخترکان خردسال است. باره به زوچه بازی آنها اهمیت دادید؟ خردسالان با زوچه هایشان چنان مناسبت میکنند که گویا آن کودکی زنده باشد. احتیاطکارانه به دست میگیرند، لباسش را عوض میکنند، شستشوی میکنند، خوراک میدهند. خلاص مهارت مادری خود را از خردی صیقل میدهند. عجب دنیای زیبا دارند خردسالان. مثال دیگر زیچ. به هم نزدیک بودن این یا آن اشیا و یا ظهورات را زیچ میگویند. در تریزه را زیچ پوشیدن معنای آن را چنان محکم پوشیدن است که راغی نماند. میان مردم ما عادت شده است که بین خویش و تبار دور هم رابطه زیچ استوار باشد. در روز خوشی با همدیگر شادی شریک هستند. در روزهای غم باشد دلبرداری میکنند. تنها در حالت پیش از همصدای جرنگدار آمدن همصدای چ میتواند تابش جرنگناک پیدا کند. مثلا پیچدار. هر چیزی پیچ و تابدار را پیچدار میگویند. مثلا میخ پیچدار که در کارهایشان استادها آن را وسیع استفاده میبرند. جرنگناکی فنیم ج در موردهای زیرین بیشتر و روشن‌تر ظاهر میشود. حالت اول در آغاز کلمه. مثلا واژه جرغات. جرغات شیر ترشانیده شده می باشد. محصولات بهترین در هوای تابستان، علاوه خوب به خوراک یکم و دوای اکثر بیماری ها به حساب می رود. حالت دوم در بین دو صداناک. چون در ترکیب واژه ریجه. ریجه نقشه کاری که باید اجرا گردد. عملی که با ریجه پیشکی کشیده شده انجام داده می شود همیشه با موفقیت است. حالت دیگر پیش از همصدای جرنگدار. مثلا مجروح. نفری که جراحت برداشته است. همچنین پیش از و بعد از همصدای سوناری جرنگناکی خود را نگه می‌دارد.
фонемаи ҷ дар охири калима ва пеш аз ҳамсадоҳои беҷаранг ба туфайли шавшуви зиёдаш ҷарангнокии худро қисман ё пурра гум мекунад. масалан калимаи 5. ин рақами дӯстдоштаи аксарият аст, зеро ба дараҷаи аъло ба иҷро расонидани корро бо ҳамин рақам муайян мекунанд. корҳо 5, баҳои 5 ифодаҳои маъмулӣ байни мардум аст. дӯстон, инҷо ба фарҷоми суҳбат наздик мешавем. ҳоло бошад вожаҳои навбатиро бори дигар гуфта мегузарем. чарх, зодча, зич, печдор. ҳамчунин ҷурғот, реҷа, маҷрӯҳ, 5. бо шумо будам ман Осим Орифпур. то дарси навбатӣ худоҳофиз.